بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. محمد هستم از کشور قزاقستان. آقا محمد از قزاقستان، بفرمایید برادر عزیز. سلام الله علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و سلام خود را بر تمام این کارگران شبکه وصال حق انشالله که برسانه استاد عزیز. سلامت باشید. این چهارمین هفته که میشد که من برای شما زنگ زدم، الحمدلله که امروز که میشد که من همراه شما صحبت میکنم. زنده باشید برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه شما و همه عزیزان تاجیک در قزاقستان رو. آمین. و من از نام تمام تاجیکایی که مقیم از قزاقستان هستند برای شما سلام خود را میرسانم و الحمدلله این برنامه خوبی شما ما هر روز سه‌شنبه تماشا میکنیم و من بابت میاد که هر سه‌شنبه کوشش میکنم همراه شما، اما که صحبت نم، اما که متاسفانه که این چهارمین هفته میشد که من همیشه برای شما زنگ میزنم، امروز برای من فرصت شد که من همراه شما استاد عزیز صحبت میکنم. زنده باشید برادر عزیز. سلام به شما و به همه عزیزان تاجیک در قزاقستان. الحمدلله. و ما یعنی که یک قریه که هست به نام فردوس، در آنجا همه تاجیکای مقیم در اینجا زندگی میکنند. الحمدلله همه آنها با واسطه این کانال وصال حق عضویت شما را خوب میشناسند و مثلا که ما در هر کجایی که میشنیم الحمدلله که مثلا سخنهایی که بیهوده نیست همیشه، یعنی که در این باری این سیاهای رافضی، یعنی که ما امروز مثلا که با واسطه کانال این وصال حق دیگر این کانال های توحید الحمدلله که ما اینها را شناختیم، یعنی که شیعه های رافضی که هستند. الحمدلله. زنده باشید آقا محمد بزرگوار. و من وقتی شما را بسیار نمیگیرم، انشاءالله که دیگر برادرایی که هستند انشاءالله که زنگ میزنند و تماس آنها را قبول کنید. جزاکم الله خیرا با این کانال شما. بارک الله فیک. تشکر شما برادر عزیز. و الله همه شما را نگهدار باشد. سلام الله علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا. حیاکم الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر شما برادر عزیز بزرگوار. تشکر شما.